فاذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید من هم شما را یاد میکنم. در جایی که شما نیاز دارید من شما را یاد کنم، من شما را فراموش نکنم. هنگام مغفرت دوست داری من شما را بیاد بیاورم و شما را از مغفرتم بی نصیب نکنم. فذکرونی، مرا در تمامی برنامه‌های زندگی روزمره‌تون یاد کنید، من هم از شما حمایت میکنم، شما را نصرت میکنم، شما را در ملأ اعلی یاد میکنم، شما را بر پل صراط یاد میکنم، شما را هنگام عفو و بخشش، توزیع حسنات، نادیده گرفتن گناهانتان یاد میکنم. در جای دیگه گفته، دوباره یک وعده دیگه داده، گفته لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم. اگر نعمتهای مرا ارج نهادی، اگر قدر شناس نعمتهای من شدید، نعمتی که برای خودتون دادم، اگر نعمتهای منو کفران نکردید، پایمال نکردید، ضایع نکردید، اگر مسیر نعمتهای منو منحرف نکردید و شکر نعمت به جا آوردید، نعمت را در جهت اهداف من قرار دادید، من به شما مزید میدهم. میدونید مزید بر نعمت خدا چیه؟ رضای خدا از بندگانش. اگر کسی نعمت رو درست استفاده بکنه، و درست استفاده کردن نعمت این که شکر نعمت رو به جا بیاورد، و شکر نعمت این که به اندازه نیاز و صحیح استفاده کند و مازاد نعمت در اختیار برادر و خواهر مسلمانش قرار بدهد و از نعمتهای خدا برای توانمندی خودش و خانوادهش و جامعهش استفاده بکند و برای نعمتهای خدا چه مادی و چه معنوی حرمت قائل بشود و با نعمتهای خدا معصیت خدا نکند، از خدا نعمت بگیرد بعد پشت به خدا بکند و با نعمتهای خدا دشمنان خدا را تقویت نکند. چقدر از خدا نعمت میگیریم، دشمنان خدا و اونهایی که ضد دین خدا تقویت میکنیم. آیا برای یک مسلمانی که از نعمتهای خدا بهره‌مند است شرعاً و عقلاً جایز است که از نعمتهای خدا برای تقویت دشمنان خدا بر علیه دوستان خدا به کار بگیرد؟ و امروز داریم میبینیم که چقدر از مسلمان ها نعمتهای خدا را در اختیار دشمنان میگذارند که مسلمان ها را بزنند. اگر شما قدرشناس نعمتهای من باشید، من مزید بر نعمت که برای شماست، و ما بکم من نعمت فمن الله، خداوند نیازی به این نعمتها برای خودش ندارد. خداوند رب العالمین هست. قل هو الله احد الله الصمد. خداوند نیاز به نعمت ندارد که نعمت الله را کامل کند. خداوند کمال مطلق دارد. خداوند الله صمد هست، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمدلله رب العالمین. همه چی به اختیارشه و امر خداوند انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون.
این ما هستیم که برای کامل شدن نعمت خدا در اختیار من باشد. و این را بدانید که اگر نعمت خدا که برای کامل شدن ما و شما هست و در اختیار ما و شما گذاشته شده پایمال بکنیم، امیدی به کمال نیست. هر کسی نعمتهای خدا را با ناشکری پایمال کرد، خودش و خانوادش هم پایمال شدن. حتی اگر مال باشه، نه که دین باشه. اگر نعمت مال رو پایمال کردی، پایمال خواهی شد. تا چه برسه نعمت قرآن و علم و سنت مطهر رسول خدا صلی الله علیه و سلم و سیرت رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ایمان و اسلام رو ضایع بکنید.